در اینجا قصه محمد ابن عبدالرحمن ادرمی است با مردی که یتکلم بدعت میگفت، بدعت کاری میکرد، مردم رو به سوی اون دعوت میکرد بود. محمد ابن عبدالرحمن ادرمی یک مرد رو دید که به سوی بدعت مردم رو دعوت میکرد، خود بدعت کار بود، با سوی بدعت مردم دعوت میداد. چه قصه زیباست، گوش بدهید. محمد ابن عبدالرحمن ادرمی با مرد درباره بدعت سخن گفت و مردم رو با آن بدعت دعوت میکرد. چنین گفت با او که ادرمی به این مرد بدعتکار رو با سوی بدعت دعوت میکرد. پاسخ داد. چی پاسخ داد؟ گفت آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم این رو میدونستند یا که نمیدونستند؟ از او پرسید، از شخص بدعتکار، آیا رسول الله و این صحابگان کرام یاران چهارگانه پیامبر این رو میدونستند یا که نمیدونستند؟ از او پرسید. شما هم از هر بدعتکار میپرسید این رو، کسی که بدعت کرد. و آن مرد مذکور، مردی که بدعت با سوی بدعت دعوت مینمود، گفت نمیدونستند، این رو نمیدونستند. سپس ادرمی در جواب گفت پس چیزی رو که آنها نمیدونستند تو آن رو از کجا دانستی؟ تو آن از کجا دانستی؟ به هر یک بدعتکار رد قوی است. پس آن مرد مذکور، مرد بدعتکار گفت، پس از قولش بازگشت، پس من میگویم که آنها میدونستند. از قولش در حال بازگشت، من از قولم برگشتم، یعنی من میگویم که آنها میدونستند. ادرمی گفت آیا بر آنها رسیده بود و آنها به آن سخن نگفتند که آنها این را میدونستند، الا بر اینکه این سخن را میدونستند با این سخن نکردن؟ یعنی تو این را گفتن هستی و مردم را به سوی آنچه که میدونستند دعوت نکردند، صحابگان و پیامبر الله صلی الله علیه و یا اینکه بر آنها نرسیده بود؟ باز سوالش کرد، گفت بله بر آنها نرسیده بود. فهموا؟ ادرمی گفت پس چیزی که برای رسول الله و خلیفای را نرسیده باشد پس برای تو چگونه رسید؟ چیزی که برای آنها نرسید چگونه برای تو رسید؟ از کجا رسید؟ چون با پیامبر وحی میشد. در این هنگام آن مرد خاموش ماند، گفت این گپا زنکش گرفت. چیزی که برای آنها نرسید چگونه برای تو رسید؟ خلیفه که در آنجا حاضر بود گفت الله بر آن کسی که چیزی بر آنها نرسیده بود هرگز نرساند و بر آنها فراخی نیاورد. و مؤلف در اینجا میفرماید که و هذا، که همین طور هر کسی که آن را که بر رسول الله، یعنی که آن چیزهای بدعت رو بر رسول الله صلی الله علیه و نسبت میدهد، بیانش به تابعین نسبت میدهد، پس با این طریق تو میتوانی آن را چون رد کنی. پس مؤلف میگوید که همین طور هر کسی که آنچی را که بر رسول الله و یارانش و تابعین که آنها را به نیکویی پیروی کردند، رسول الله را تابعین به نیکویی پیروی کردند و امام بعدی که از آنها از عالمان در این استوار قرار گرفتند با علم در قرائت آیات‌های صفات و خواندن خبرها از رسول صلی الله علیه و از گذشتگان و همان طوری که آمده‌اند برای آنها جایز بود، یعنی که آنچه که پیامبر آورده است از کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و برای ما جایز است که ما از آنها نقل نماییم و چیزی که برای آنها نآمده است برای ما جایز است که نقل نماییم به دیگران. این قول در بیان توجه و فهم، در بیان رعایت کردن راه سلف صالح است. یعنی که این قول تأکید میکند، قول ادرمی برای ما تأکید میکند، مخصوصا در مورد قرائت آیات ها و احادیث هایی که درباره صفات الله سبحانه و تعالی است به تغییر و به تعویل. پس این مناظره ای که نزد خلیفه، این گفتگو در نزد خلیفه شده بود بین ادرمی و صاحب بدعت صورت گرفت. شیخ ابن عثیمین میفرماید که من در ترجمه ادرمی و یا آدمانی با او رو نمیدونم، در ترجمه حال ادرمی آدمایی که با همراهی وی بودن میگه نمیشناسم وی کی هستن اصلا، و این نوعی بدعتی که همون کس که بدعت کار میکرد این رو هم میگه که چیز نمیدونم چی بدعت بود. اما مهم این است که ما مرحله های این که ادرمی بر او مخالفت نمود این رو به نظر بگیریم و از راهنمایی همین ادرمی ما عبرت بگیریم. پس مناظره درست بین مخالفان چگونه باید صورت بگیرد، کس بحث نمایی بین مخالفان چگونه باید صورت بگیرد. و این قصه را در تفسیر خطیب تاریخ بغدادی از و همچنین ابن جوزی در مناقب از امام احمد همچنین و ابن قدامه این را چوکدگی هستند، همین قصه را آوردگی هستند. و همچنین در ذهبی در سیر اعلام النبلا و اجوری همچنین در بدایه و نهایه از ابن کثیر هم ذکر شده است. پس مناظره که میان ادرمی و صاحبان بدعت در نزد خلیفه روی داده بود یک حالت مهم بحث کنی در تاریخ اسلام است که در آن در مرحله بدعت و سنت صورت گرفت و در اینجا خلیفه همچون شاهد بود، شاهدی بحث در اونجا صورت گرفته بود، شرکت میکرد. اما درباره ترجمه حال ادرمی و یارانش معلومات دقیقی میگم پیدا نکردم. پس ما گفتیم که با وجود این مناظره ای که بین بحث هایی که بین ادرمی و این صاحب بدعت شد،
мардеро ки бидъатро таъриф мекард ва бидъатро барои мардум меомӯзонид ва дигарон. Мақсади асосӣ дар ин мунозира ба даст меояд ки ин аст ки мо бояд роҳи дурусти баҳсро бо ҳамроҳи касоне ки бояд онҳо баҳс намоянд, мунозара намоянд, бифаҳмем. чӣ гуна ва ба кадом шева тавонем фикри мардумро ёки фикри дигаронро тавзеҳ бидиҳем, равшан бикунем, то ки мардум тавонанд аз роҳи бидъат ба роҳи суннат раҳнамо шаванд, хосатан дар масъалаҳои динӣ ва пойбанд будан бар суннат ва дурӣ кардан аз бидъатҳо.